و فکر میکنید نظام در حال سقوطه؟ کاملا واضحه. ببینید وقتی که رهبر معظمشون رفته توی سوراخی مثل موش خایم شده، خانواده‌اش و نزدیکانشون دارن برنامه‌ریزی خروج از مملکت رو میکنن، این رندها جمع شدن دنبال این بچه که پوراش رو از جیبش درارن. این حضراتی که گاهی اوقات قضاوت‌های توی فیلم‌های هالیوودی رو، فیلم‌های سینمایی رو که پخش میکنن که قاضی اینجوری گفت، پلیس اینجوری کرد، اینا رو باور میکنن و خیال میکنن که دستگاه‌های قضایی غرب اونجوریست. بشنون این حرفا رو. اگر سنگ رو برداشتی پرتاب نکردی 4 سال زندانی داری. قاضی انگلیسی حکم کرد. اگر پرتاب کردی 7 سال. کوکتل مولوتوف. اگر درست کردی برداشتی پرتاب نکردی 7 سال، و الا اگر پرتاب کردی 15 سال زندانی داره. اینجوری برخورد میکنن. وقتی اینا شدن دلسوز معترضین در ایران که نبادا به اینها ظلم بشه. یک ابلهی پیدا میشه میگه اجتماع مردم در انگلیس کار ایرانه و بود بسیج لندن این کار رو کرده، بسیج پاریس این کار رو کرده. اینها رفت، اینها واقعیش علاجی ندارن، نمیتونن توجیه کنن. اگر روزی ایران را قیمت گذاری کرده اید، اگر روزی سرزمین را با لبخند دشمن عوض کرده اید، اگر پرچم ایران دیگر برایتان مهم نبود، مرا هم از تاریخ پاک کنید. چرا که من با دستانی خونی این خاک را از چنگ دشمن گرفتم تا هیچ کس جرأت نکند حتی نگاه چپ به مرزهای ما کند. نه برای خودم، برای شما که هنوز نیامده بودید.